ها یعنی نصرانی که شد و اهل کتاب میشن. نصرانی چی میشد یعنی یا که شما گفتن که نصرانی مضبوط میشد و غیر مضبوط میشد یعنی مثلا پادریس خودتون دانشان کریستشن اوجی خلاص نصرانی یعنی امروز چی میگه یعنی الله تعالی اول چی اهل کتاب مثلا چی طعامش ما به حلال گردانید این چی اهل کتابی که عهد رسول صلی الله علیه و سلم بود. طيب عهد رسول صلی الله علیه و سلم به اهل کتاب کی بود که بایو کی بود که اهل کتاب اهل عهد رسول صلی الله علیه و سلم ها کی بود بایو موحدا بود ها کی بود بایو یعنی همین اهل کتابی که عهد رسول صلی الله علیه و سلم بود من اهل کتابی که امروز ها لقد كفر الذين قالوا ان الله یعنی همین ثلاثه گفته کفر گفت الله تعالی همین آیات وقتی رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده میگه نه هم نصرانیایی که وقتا میگفتن امروز هم نمیگم که نه وقتی رسول صلی الله علیه و سلم نصرانی‌ها چی بودن مضبوط بودن یعنی چه گفتن الله واحد نگفتن یعنی نه ای مرسی گفت یعنی میگفت که نصرانی یعنی وقتی که اونو میبرد و گفتن تو یعنی هم برنده گفت که لیکن میگفت یا دکتر میگفت یعنی ای برنده ژورنالیست از این دین بهتر میند یعنی یا دکتر میگفت لیکن میگفت هناك آیات اخرى میگفت لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه تو میگویی که نصرانی ها مثلا یعنی ما اختلاف نداریم نه مثلا فروع نه اصول اختلاف نداریم میگویی مثلا چه خیلی جان مثلا الله تعالی کفر گفت که میگه یعنی لا مشکل میگه میگه که مش يقول يعني نصراني مضبوط ان الله ثالث ثلاثه يعني كيف يعني نصراني مضبوط يعني من هو سلفي وين خير يعني ها اعوذ بالله استغفر الله يعني این اهل کتابی که فهمده ما چه طعامش مثلا چه المهم اینجا چی میکنیم یعنی اینجا اگر مثلا انسان یک جا برفت که دید که آشخانه مثلا یعنی همین اهل اسلام مثلا خلاص اینجا دیگه مسئله با محتاج نه میراد اهل اسلام به میراد طعامش لیکن هم بعد مثلا چی الله سبحانه و تعالی ما بچه طعام اهل کتاب یعنی چی کرد یعنی حلال کرد اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم یعنی طعام اگوت ابن عباس چای ذبائحهم یعنی من اهل کتاب کی هایم نصرانی یهودی ها نصرانی و یکی ها یهودی ها همینا یعنی ذبائح حیوان هایی که همین گوسفند و گاو و اسب شتوری که میکشن همینا برای ما چه حلال گفت الله سبحانه و تعالی سوره مائده 5 آیه ها حلال گفت هم خیلی نه همین چیز بیان نکرد اینجا که ها یعنی خلاص رسول صلی الله علیه و آله و سلم این چیزا صحابه ها و بچه به اطلاق فهمیدن یعنی ترک الاستفصال فی مقام الاجمال ينزل منزله العموم في المقال هم خیلی یعنی ها ترک الاستفصال فی مجال الاجمال ينزل منزله العموم في المقال یعنی صحابه ها هم چیز اجمال نکردن یعنی استفصال نکردن نپرسیدن رسول صلی الله علیه و سلم که یعنی این نصرانی ها چی خیر باید که تفصیل کنیم چی خیر کشتن نکشتن بسم الله گفتن نگفتن همین حجت بین نپرسیدن یعنی معناش چی مهم نمیپرسیم همین چیزا برای همین شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه که یعنی اگر نصرانی گوشت فروخته استاده باشد یعنی من دونم که گوشتش حلاله یعنی گوشت گوسفند گفت میرم میخرم نمیپرسم چی خیل تو کشتی با کدوم راه کشتی تو اینا ها زده کشتی با کهربا یعنی با تو کشتی با چی کشتی نمیپرسیم بسم الله میخریم چی میکنیم میبریم یعنی این پرسیدن این چی میگوید غلو میگوید فی الدین فهم ها چه نه اگر مثلا ندونید مثلا نپرسید اگر دیده سوید که نصرانی باشد میپرسید اگر فهمیده نتونید خودم میپرسید که گوشت چی گفته میپرسید یعنی ها لیکن مسلمان گوشت بیارد مثلا میپرسید نه برای که مثلا چیز معروف که مثلا اهل کتاب چی یا خوب چی میخورن یعنی نه همین چیز یعنی فهمیدید همین چیز بود یعنی